سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه که از چند خودتون آپلود شده. بچه‌ها امروز توی این ویدیو همونطور که از روی تامنیل و تایتل ویدیو فهمیدید قراره ادیتور تامنیلمون رو یه سورپرایزی بکنیم و همین جور که دارید میبینید از آفر فقط 3 روز مونده. و بچه‌ها من به دوست عزیزمون گفتم که داشتی اطلاعات اکانت تو برام بفرست. من حالا اکانتم یه مشکلی براش پیش اومده، میخوام یه کاری کنم روی اکانت، حالا میخوام برم پلی بدم و چند تا ویدیو اینا بگیرم. من گفت حل اینا دمش گرم، اومد اطلاعات داد. ولی قرار ما بریم براش آفر رو یه چند تا صدمت براش بگیریم، یه مقدار جم بزنیم براش، یه کم ست و این چیزا بگیریم و خلاصه امیدوارم خوشحال بشه. و بچه‌ها تا آخر این ویدیو رو هم ببینید و من بچه‌ها اگه کامنت های این ویدیو بین 100 تا برسه، بین کسایی که تا آخر این ویدیو رو دیدن میام یه قرعه کشی میکنم. چیز منطقی واقعا به 100 تا برسه، چون نفری 10 تا کامنت بذارن 10 نفر بیان بذارن میشه 100 تا. چیز خیلی دست نیافتنی نیست. بین کامنت ها بچه‌ها قرعه کشی میکنم و برای یه نفر میام آفر رو میگیرم و حدود 1000 تا جمع براش میزنم و میام آفر رو میچوخم براش. پس بچه ها حتما کامنت بذارید تا آخر این ویدیو رو هم ببینید. اگه سابسکرایب هم نکردید حتما ساب کنید. آقا عشق منید، بدون معطلی بزنید بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. بچه اطلاعات رو گرفتیم، کارو جمعش هم اوکی کردیم و اومدیم الان رو اکانتش و خلاصه بچه همونطور که میبینید الان من به شما نشون میدم اکانتش رو من دیدم و بچه اکانتش زیاد در اون حد اکانت قوی نیست و حالا قرار ما بریم توی آفر. بذار یه ست در هم بر هم کله بیتوکی داری مشتی نمیذاری، بذار یه ست در هم بر هم بذاریم ما که حالا بدون ست نریم توی چیز. این لباس باحالیه، این لباس خفنیه، نمیدونم رایگان داده نداده ولی لباس قشنگه. خلاصه شلوارم بذار بزنیم، یک کفش ململانی، همین اوکی. با همین ست بچه بریم توی آفر. نظرتونه بریم توی آفر ببینیم خلاصه چه چیزایی میشه گرفت و چه چیزایی نمیشه گرفت. بچه این آفر واقعا مزخرفه. آفر باید مصری شاپ باشه، قشنگ بیای لختش کنی آفر رو. این آفر بچه واقعا ضرر میکنن آدم، اصلا نمیشه. البته این ببینم این چیزا داره، اگه نداره همین الان برم اون اینجاست. خب نداره بچه بریم همین اول اینو براش بگیریم چون نداره دیگه. این سفینه میگن بهش چی میگن، اینا رو براش بگیریم دیگه، داداشی بره حال کنه. و این لباس باکسشو که ولش کن. اینو که بچه من میگیرم. بذار اینجا ببینیم واسه چیه هست. از اینجا بچه واقعا چیز به درد بخوری نیستش، یعنی بذار این سفینه رو اول بگیرم. این سفینه اول بچه به صورت کدی اومد وارد گیم شو، یعنی کد بود و بعد خاص شد متاسفانه. ولی خب به هر حال اینو ما گرفتیم و یه اسپین بزنیم بالا 80 بیفت مشتی 74 تر زدی که خب تو الان تر زدی مشتی. خب الان چیکار کنم مثلا با 400 تا جم ست اصلی آفر که کلا بیخیال شدم، مثلا کلا چیز مزخرفیه، علاقه هم به ست اصلیش ندارم. این کلاه قشنگه. بعد حالا میگم ریفلش بزنیم بچه، ریفلش بزنم یه 50 تا اسکارف رو بگیرم دوباره اسپین بزنم. من میگم ریفلش بزنم ببینم چی در میاد دیگه. آقا بچه بریم ریفلش بزنیم. آقا متاسفانه دو چیز اوکی نیومد. اینجا یه دونه دیگه میزنیم و آها بچه اینجا چیزایی که میخوام بگیرم که بیاد رو ست اکانتش تقریبا هست. همین لباسه هست واقعا اوکی، ارزش هم داره 200 جم. هم اونور این لباس آبیه است که اینم میشه گرفت، ارزش داره خوبه. میگم بچه ها دیگه ریفلش نزنم و بیام اینجا این 259 جمو بدم، یا آقا بیام اینجا این 50 تا بدم به اسکارف دوباره اسپین بزنم. مثلا اگه یا 80 تا اینو بذار بگیرم دیگه، این بهتره. آقا اینو میگیرم بچه‌ها، اینو میگیرم بعد دوباره ریفلش کنه، یعنی دوباره اسپین میزنم ببینم حالا بالا 80 90 میده که ما اون 3 تا بگیریم یا نه. اگه بالا 80 بده واقعا سود کردیم، یعنی مثلا 85 یا 90 بیفته واقعا سود کردیم. واقعا چیز به درد بخوری هم دیگه نیست که بخوام ریفلش بزنم. پس بچه‌ها اینجا همینجا میگم این ست آبیه رو بگیرم که بیاد حداقل رو ست اکانتش که یکم حالا اشغال کنه. بچه‌ها اینجا این لباس آبیه رو هم گرفتیم. ببین تو رو خدا 85 یا 90
76 بچتی با من مشکل. ادیتور عزیزم داشت اکانتت سیاه، به من ربطی نداره، من گردن نمیگیرم. آقا از اونجایی که نمیخوام یهو به فنا بریم، میگم مثلا اسکارف بگن دوباره اسم داداش اد نده، میگم آقا ول کنین 3 تا کامل بگیریم بره دیگه. 3 تا بگیریم بعد ببینیم چند تا جم میمونه. بنازم یه 3 تا هم اینجا گرفتیم و بابا دست خوشی اسپین بزنم. 35 تا جم دارم بالا، 90 بیا 80 داد. خب ببین اگه این 85 میخورد من میتونستم اسکارف هم اینجا بگیرم. گارنا مشکل داری با من، ولی خب داش گارنا دمت گرم که مشکل داری، چی بگیم. به هر حال بچا یه چیز خاص و اوکی نیست اینجا که بخوای آقا بری دوباره بگیری. تقریبا چیز اوکی گرفتم دیگه. 2 تا لباس در آوردیم و یه سفینه که همون برای اومدن پایین، همون جا چتر چیز دیگه. آقا ببینیم چه چیزی گرفتیم. اینجا چه باز کردم، اینجا یه لباس گرفتیم، اینو گرفتیم و ست کامل هم گرفتیم که این بچه واقعا یه تایم خدا بود، مخصوصا لباسش و کلاهش چیه موسرش واقعا خدا بود و شلوارش هم. بذار یه ست بزنم، یه ست بزنیم ببینیم چی در میاد دیگه. آقا موی سر رو چی بزنم که جور در بیاد با این ست؟ موی سر، آقا موی سر رو چی بزنیم؟ ناموسین موی سر، ای خدا بذاریم آقا. این چیه؟ ناموسن نمیاد بهش، ناموسن اصلا نمیاد بهش این موسره. بذار آقا همین موسر، همین سه تا آقا میذارم دیگه. بذار پیداش کنم. اینا همینو میذاریم، واقعا هم اوکی دیگه، قشنگم هست و تقریبا تمام چیزی که میخواستم از سوفر گرفتم براش دیگه. حالا بازم بریم ببینیم چی هست چی نیست دیگه. چیز خاصی نیست که بشه گرفت. و اینکه آقا این بیلبیلک هم من به شما نشون بدم که گرفتم. حاجی این سفینه خیلی بالات چیز میاد یه پایین و واقعا قشنگه. و خلاصه یه ماسک هم آقا بزنیم براش. ست هم بچه قشنگه دیگه. شلوارش هم اوکی. به دمپایی بذارم، دمپایی اسم میکنم، کفش کن دمپایی واقعا مچ میشه. نگاه کن مشکی واقعا مچ میشه. یه ماسک هم بذاریم براش. چه ماسکی بذاریم؟ یه ماسک ساده ولی خفن. حاجی این سفیده بچه خداست. این سفیده اصلا تمام ناموسن این شد از این. بذار حالا همینم بزنیم، یه حاله چند رنگی ازش میاد بیرون. خلاصه بچه چیزی هم اینجا نیست دیگه، نه؟ آره اینجا هم که چیزی نیست و آقا تموم شد. هرچی بود و نبود که میخواستیم بگیریم و گرفتیم براش و امیدوارم خلاصه خوشحال بشه و اینکه واقعا خوبه دیگه. تا همینجا هم براش گرفتیم و دم اونو دم من گرم آقا. بچه این بود از این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. بچه توی کامنت ها من گفتم الانم میگم بچه توی کامنت ها اگه کامنت ها به 100 تا برسه قرعه کشی میکنم و همونطور که دارید میبینید آفر 3 روز مونده ازش تا تموم شه، پس وقت زیاد ندارید. حتما کامنت بذارید. کامنت ها به 100 تا برسه چیز غیر ممکنی نیست. بین کامنت ها رندوم یکی انتخاب میکنم. بچه دقت کنید دارید کامنت که میذارید زیرش آیدی تلگرامتون هم بچه بذارید که من بچه بیام هم به شما پیام بدم دیگه، وقتمون هم گرفته نشه. آقا خیلی عشقید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.